سرخط مهمترین خبرها: زخمی شدن یک زن در خانه خویش پرزیدنت را تحقیق میکنند. واکنش های تند به اظهارات صادق جباروف درباره دادن مرغاب به قرقیزستان و به تورین نظررس بالا رفتن قرب روبل روسی در تاجیکستان. سلام بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. دادستانی شهر باختر به تحقیق حادثه زخمی شدن یک زن در منزل زیست عزیزالله صاحبوف رئیس اداره تاجیک مطلوبات در ولایت ختلان آغاز کرده است. شام 10 اکتبر یک زن 36 ساله را از این منزل زیست با یک زخمی کار در گردن به بیمارستان شهر باختر انتقال دادند. عزیزالله صاحبوف در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود این زن خود را با کارد زد و کسی در این حادثه دست ندارد. یک منبع در ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان 24 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که روز جمعه هفته گذشته مواد ترتیب داده شده را به دادستانی شهر باختر سپردند. به گفته او آن شب در خانه صاحب 25 نفر مهمان بوده است که با اکثر آنها صحبت شده است. این منبع گفت هنوز نسبت به حادثه پرونده جنایتی باز نشده است. منابع رادیوی آزادی گفته بودند که زن 36 ساله از دوستان عزیزالله صاحبوف است. عزیزالله صاحبوف 20 اکتبر و پس از نشر خبر به رادیوی آزادی گفته بود آن شام از خوجند و دوشنبه به خانه‌اش مهمان آمده بود و این زن همراه کی به منزل وارد شده است نمیداند. صاحبوف گفت این زن را نمیشناسد، اما برخی منابع رادیوی آزادی گفته بودند به زن عزیزالله صاحبوف حمله کرده است. عزیزالله صاحبوف در شهر باختر یا قرغان‌تپه سابق زندگی می‌کند و سالها باز رئیس جمعیت تاجیک مطلوبات ولایت ختلان می باشد. عزیزالله صاحبوف 50 ساله برادر زائر صاحبوف و عمک شمس‌الله صاحبوف دامادهای امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است. اظهارات صادق جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان درباره بحث مرزی با تاجیکستان واکنش های تند را به میان آورده است. به خصوص اظهارات او درباره آنکه گویا قرقیزستان زمین های مرغاب را به تاجیکستان داده باشد. پرزیدنت قرقیزستان روز 23 اکتبر ضمن نشست خبری گفت مقامات تاجیک میگن سال 1924 این زمین ها به ما گذشت. من گفتم اگر این خیل باشد ما سال 1924 به شما مرغاب را با مساحت 3 میلیون گکتار دادیم، بیایید شما آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیست. کمیسیون بین حکومتی کار میکند. دفعه گذشته آنها باز 8 کیلومتر دیگر را انیق کردند. امیدوارم که مسئله با نظرداشت منفعت های هر دو جانب حل می شود، گفت جباروف. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان این اظهارات جباروف را به باد انتقاد کشیدند. آنها نوشتند برعکس این قرقیزستان است که زمین های تاجیکستان را به اجاره گرفته ولی دیگر برنمیگرداند. صادق جباروف روز 23 اکتبر همچنین گفت حتی امروز آماده است سازشنامه را امضا کند ولی افزود که به بشکک این بستگی ندارد. اظهارات او در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان اساسهای بحث مرزی را شرح نمی‌دهد. تنها برخی از منصبداران مربوط مسئله گفتند دو دولت می‌خواهند خط مرز را بر پایه خریده‌های سال‌های گوناگون و به منفعت خود کشند. صادق جباروف در نشست مطبوعاتی روز شنبه در بشکک گفت با حمایت از کمیسیون بین حکومتی سندهای مربوط به بحث‌های مرزی و جریان مذاکرات بین حکومتی را طلب کرد. آنجا 3 مسئله بحثی است در قطعه تورتکوچا، راه سمت واروخ و نقاط بحثی ناحیه‌های بادکن و لیلک. از نظر حقوق ما حق هستیم، گفت او. مقامات در تاجیکستان هنوز به این حرف‌های جباروف واکنش نکردند ولی در گذشته هم معمولاً از شرح و توضیح مفصل و آزادی بحث‌های مرزی خودداری می‌کنند. با تصرف افغانستان از سوی گروه طالبان صدها نفر مجبور شدند به تاجیکستان فرار کنند. آنها حالا در کشور در حالت نامعینی به سر میبرند چون که بسیارشان میخواهند به کشور سوم روند اما امکان ندارند. در شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم چندین پناهجوی افغان هستند که به گفته خودشان از دست طالبان گریختند. گزارش نوبتی ما در این باره است. بهروز عثمانعلی در یک بیمارستان هرات افغانستان پزشک بود. 4 ماه پیش که طالبان وارد هرات شدند جان او در خطر افتاد. رئیس جمهور ما بود. این عکس‌های بهروز عثمانعلی همراه اشرف غنی پرزیدنت سابق افغانستان است. او نماینده رئیس جمهور در امور جوانان بود. خیلی هم صحنه است که بعد از عملیات بود. در سویقصد از شکمش تیر خورد، مجروح شد و کشورش را ترک کرد. حالا در شهر باختر تاجیکستان فروشنده این دکان است. دیگه از چندین گروه مثال برای ما اوج تماس می آمد چی می آمد که مثال تو امرای دولت کار نکو اگر نه زده میشوی. خیلی من مثال امو اهداف که داشتم با آینده روشن افغانستان باورمند بدم. خیلی باز هم گوش نکردم گپ بره. 2 موتورسیکل سوار آمدن امرای تفنگچه ما را پراندن.
یک تیر ایجا خورد، ایجا برآمد. بعد بلنتسا رفتیم، بعد بلنتسا چیز شد، گریختیم آمدیم اینجا دیگه. این جوان میگوید که افغانستان را ترک کرد، چیزی که فعلا او و خانواده‌اش دارد آرامی و امنیت است، ولی به عنوان یک پناهنده منتظر کمک است. کس نگفت که مثلا تو اینجا گشنه تو تشنه خانه چه کار میکنی، حتی سازمان UNHCR نه دیگهش نه انسان و عدالت یا هیچ کدام برای ما یگان کار نکردم. مثلا حالا آمدم داخل از این آنکنا یا زبچه سودا میکنم صرف به خاطر اینکه یک لقمه حلال به خانه ببریم، اما خرج روزمره ما شود دیگه. به حساب اسناد دکتری یا مثلا یگان جا شرایط میسر نیست که بریم همون شغل دکتری خود پیش ببریم. فروشگاه شهلا در شهر باختر، اینجا نزدیک به 80 شهروند افغانستان کار میکنند که بیش از 10 نفر آنها 5 ماه اخیر افغانستان را ترک کرده اینجا آمدند و کارت پناهندگی دارند. اسمت‌الله نعمت‌الله در کابل زندگی میکرد. ترس از طالبان او را مجبور کرد که مالکیتش را فروخته با زن و فرزندانش 6 نفر اول به دبی بعدا به دوشنبه رسید. حالا در شهر باختر زندگی میکند. از روزهای ترک افغانستان گفت: کابل که میگرفتن از او یک ماه پیش پریدم آمدم. خیلی تنجی نبود، جنگ بود، همه جا را گرفته بودن که همه قندوز تخار مزار اینجا را که گرفتن ما پریدیم آمدیم به تاجیکستان. همین جنگ، تنجی، بیکاری برای نمی آمدیم. این پناهنده افغان به سازمان‌های بین‌المللی مراجعت کرده است که کمکش کند. برای ما تازه هیچ یگون کمک نکردن، حتی یه دونه روچکه برای یگون کودک ما ندادن. در ما در تلویزیون ها میبینیم که در خبران میبینیم برای همه جا کمک میشه. تاجیکستان در کسای آمدگی برایشان یگون کمک نشده. تازه یگون اینجا یکم یک کوربچه نداره، کسی یک چیزی نداره برای زندگی کردن، زندگی کنه. آخه آسان و دسترس خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. در شهر دوشنبه کودکان را که نقصان مادرزاده دل دارند رایگان یا به پول جراحی میکنند. مقامات تاجیک اعلان کردند که این جراحی با کمک امارات متحده عربی صورت میگیرد. بر اساس این اعلان این معرکه از 23 اکتبر تا 2 نوامبر برگزار می شود. برای این بیمار باید تا 18 ساله و از عائله کم بضاعت باشد. جراحی کودکان در بیمارخانه استقلال برگزار می شود. مسئولین این بیمارخانه به رادیو آزادی گفتند برای نامنویس کردن کودکان برای جراحی رایگان والدین آنها باید به وزارت تندرستی مراجعت کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی ازبکستان انتخابات پرزیدنتی این کشور را برگزار شده اعلام کرد. با آگاهی کمیسیون تا ساعت 17 اکتبر بیش از 80% افراد قابل رای در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان اشتراک کردند. نتیجه پیشکی انتخابات قرار است امروز 25 اکتبر اعلان شود. در ازبکستان دیروز 24 اکتبر معرکه آوازدهی به انتخابات پرزیدنتی این کشور برگزار شد. یکی از نامزدهای کلیدی به مقام پرزیدنتی شفقت میرزیویف رئیس جمهوری کنونی کشور است که بار دوم است در این معرکه اشتراک میکند. رقیبان او چندان چهره‌های شناخته نیستند و بیشتر طرفدار پرزیدنت کنونی هستند. از این رو به گفته کارشناسان آنها را تنها برای نمایش دموکراتیا وارد میدان انتخابات کردند. ازبکستان که 35 میلیون اهالی دارد از زمان استقلالیت در 30 سال پیش بار ششم است که انتخابات پرزیدنتی برگزار میکند. برنده 4 انتخابات گذشته در این کشور اسلام کریمی بود که سال 2016 درگذشت و به جای شفقت میرزیویف رهبر این کشور شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم شهلا عبدالله تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 اکتبر را فرا میگیرد. 25 октябри соли 1961 унвонҳои давлатии шоир ва нависандаи халқии тоҷикистон пайдо шуданд. Ин рутбаҳо барои осори писандида ва корҳои ҷамъиятӣ дар солрӯзҳои ҷашнии адибон дода мешаванд. Барандагони он ҳангоми бознишастагӣ нафақаи иловагӣ хоҳанд гирифт. Унвонҳои соли 1961 пас аз фурӯпошии шӯравӣ низ нигоҳ дошта шуданд ва аз он вақт то ҳоло беш аз 50 адиб халқӣ унвон шуданд. рассоми маъруфи тоҷикистон Давид Элёбоев рӯзи 25 октябри соли 2007 ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон 24 асари худро тақдим кард. рассоми маъруф баъди соли 1993 муқими Исроил шуд ва як сол пеш аз маргаш силсила наққошиҳои ӯ
در موضوع فردوسی و شاهنامه‌اش را فرزندان به دوشنبه بردند. الیابویف گفته است به نشان احترام بی اندازه به مردم و فرهنگ تاجیکستان این اثرها را به مردم تاجیک تقدیم می‌کند. الیابویف در تهیه اکثر فیلم‌های تاجیکستانی شوروی از جمله قسمت شاعر و رستم و سهراب سهم گرفته در 83 سالگی در اسرائیل درگذشت. در این روز در سال 2010 سراینده خوشنام تاجیک حنیفه مولانова در سن 87 سالگی در مسکو درگذشت. بنابر وصیتش او را به تاجیکستان آوردند و در آرامگاه سر آسیای دوشنبه به خاک سپردند. حنیفه مولانова در اپراهای پولاد و گلروی شراف‌الدین سیف‌الدینوف، یوگنی اونیگین، پیوتر چایکوفسکی، نیرنگ‌های میسره سلیمان یوداکوف و دیگرها نقش آفریده در 6 مقام سرایی هم هنری بالا داشت. به عنوان افتخاری هنرمندی مردمی اتحادیه شوروی نویل گشته، سهم او را در موسیقی کسبی تاجیک در یک صف با برنا اسحاق و شایسته مولاجان و معروف خوجا بهادورов، احمد باباقولov و ده‌ها دیگرها یاد می‌کنند. قرب رسمی دلار آمریکایی در تاجیکستان در 2 روز گذشته باز هم پایین رفته است، ولی در عوض قرب روبل روسی باشد در این روزها به طور چشمرس بالا رفت. حالا در بانک‌های تاجیکستان 100 دلار آمریکایی را به 1126 سومانه 45 درم عوض می‌کنند. 1000 روبل روسی باشد به 159 سومانه و 80 درم برابر است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. اطلاع از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان azadi.org و azadi.mobi پیدا کنید. روزتان بخیر باشد. خود را احتیاط نمایید.